سلام، خوش اومدین به ویدیو امروز با من. امروز قراره تنفس نادی شدن‌ها رو یاد بگیریم و بعد با هم تمرینش بکنیم. تنفس نادی شدن‌ها یکی از تنفس‌های معروف توی یوگا هستش به معنی نادی، کانال انرژی و شدانا تصفیه. یعنی تنفسی هستش که توش قراره کانال‌های انرژی رو تصفیه کنیم. توی یوگا ما تلاشمون بر این هستش که تعادل رو به ذهن و جسممون بیاریم. این تنفسی که از تنفس‌هایی هستش که همین کار رو توی کانال‌های انرژی برای ما انجام میده. توی دو کانال انرژی ایدا و پینگالا. ایدا کانال انرژی سمت چپ بدن هست، مرتبط به سمت چپ بدن، انرژی زنانه و نیمکره راست. پینگالا کانال انرژی مرتبط به سمت راست بدن، نیمکره چپ و انرژی مردانه هستش. توی هر لحظه از روز یکی از این دو کانال فعالیت بیشتری داره. توی لحظه که ما ریلکس هستیم و سکون و سکوت برقراره، کانال انرژی ایدا فعالیت بیشتری داره و توی لحظه که جنب و جوش و حرکت توی ما بیشتر هستش، کانال انرژی پینگالا مرتبط با انرژی مردانه فعال‌تره. حالا ما قراره توی این تمرین تعادل رو بین این دو کانال برقرار بکنیم. اول از مزایای این تمرین بگیم. این تمرین باعث میشه که آرامش به ذهن و جسمتون برگرده. توی لحظاتی که استرس دارین، عصبانی هستین، توی اضطراب‌های روزمره هستین، توی انجام دادن این تمرین آرامش رو برگردونین به جسم و ذهنتون. به غیر از اون مزایای دیگه‌ای که داره کاهش فشار خون و بهبود بیماری‌های مثل آسم و برونشیته. بهتره که این تمرین رو صبح زود، هنگام غروب خورشید، بعد از تمرین آساناتون و ترجیحاً با معده خالی انجام بدین تا تاثیرگذاریش بیشتر باشه. برای شروع توی یه حالت راحت مثل سیداسانا یا واجراسانا میشینم. ترجیحاً روی یک کوسن بشین و ستون تقربتون صاف نگه دارین. دست چپ رو سر زانوی چپ قرار میدم و دست راست رو توی ناسیکا مودرا نگه میدارم. ناسیکا مودرا به این صورت هستش که انگشت کوچیک و انگشت حلقه باز و انگشت شست به سمت بیرون باز، دو تا انگشت دیگه جمع به سمت جلو هستش. وقتی که توی این وضعیت قرار گرفتین، دست چپ سر زانوی چپ و دست راست توی ناسیکا مودرا، دست راست رو میارم جلوی قفسه سینه. یه دم بگیر، یه بازدم و بازدم. سوراخ بینی راست رو با شستت ببند. دم بگیر از سمت چپ. سوراخ بینی چپ رو ببند. بازدم از راست. مجدداً دم از راست. و بازدم از چپ. برای بار بعدی و یک بار دیگه دم از چپ. سوراخ بینی چپ رو ببند و بازدم از راست. و دستتو برگردون سر جاش. همونجوری که احساس کردین احتمالا یک سمت از ذهنتون کیپ‌تر بود و یک سمت بهتر میتونستین تنفس رو انجام بدین. ترجیحاً دم و بازدمتون به یک تعداد شماره مشخص باشه. اگر میتونین 4 شماره، اگر هر چقدر بیشتر تا 8 و 10 شماره عالیه. اگر با حالتی که دست توی ناسیکا هستش راحت نیستین، میتونین دو تا انگشتی که قرار جمع بشه، انگشت وسط و انگشت اشاره بذارین روی پیشونی بین دو ابرو و بعد با شست یا انگشت حلقه سوراخ‌های بینی رو ببندید. الان قرار با هم برای چند دقیقه این تمرین رو با هدایت من انجام بدیم. توی وضعیتی که راحت هستی، سیداسانا یا واجراسانا بشین. ستون تقربتو صاف بکش به سمت بالا. شونه‌هاتو بده عقب. بدنتو ریلکس کن. تمرکز رو بیار روی دم و بازدم عادی. دم و بازدم. چشمام میتونم با آرومی ببندم. آگاه شو به نفس‌هات. بدن رو ریلکس نگه دار. دست چپ صاف و کشیده سر زانوی چپ.
دست راست توی ناسیک همونجا جلوی قفسه سینه. یه دم عمیق بگیر و با بازدم تمام نفست رو خالی کن. شست رو روی بینی راست قرار بده. دم بگیر از سمت چپ. سمت چپ بینی رو ببند و بازدم از راست. دم از راست. سمت راست بینی رو ببند و بازدم از چپ. دم از چپ. سمت چپ بسته، بازدم از راست. دم از راست. بازدم از چپ. دم از چپ. بازدم از راست. دم از راست. بازدم از چپ. دم از چپ. بازدم از راست. دم از راست. بازدم از چپ. دم از چپ. بازدم از راست. دم از راست. بازدم از چپ. دم از چپ. بازدم از راست. دم از راست. بازدم از چپ. دم از چپ. بازدم از راست. دم از راست. بازدم از چپ. دم از چپ. بازدم از راست. دم از راست. بازدم از چپ. دم از چپ. بازدم از راست. دم از راست. بازدم از چپ. دم از چپ. بازدم از راست. دم از راست. آخرین بازدم از چپ. دست جو سر زانوی راست قرار بده. به دم بازدم عادیت برگرد.
اتفاقی توی بدنت افتاده نگاه کن. و هر زمانی که آماده بودی با یک لبخند چشم‌ها به سمت زمین باز کن. امیدوارم که این تمرین براتون مفید بوده باشه. اگر که دوست داشتین تو این ویدیو رو روی سرعت نیم قرار بدین یا کمتر یا بیشتر، اگر حس کردین که طول دم و بازدم ها براتون کوتاه هست، من سعی کردم با حداقل طول دم و بازدم ویدیو رو ضبط کنم تا همه بتونن ازش استفاده کنن. فقط مراقب باشین که اگر به تازگی سرما خوردین یا دچار آنفولانزا شدین، این تنفس ممکنه براتون خیلی خوب نباشه. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشین. تا ویدیوهای بعدی، فعلا خداحافظ.